امروز روز خواستگاریم. خشتکم پاره شد. یعنی آره به جور ببین چقدر پاره شده. میتونی دوتا کوک بزنی برای ما؟ باشه. چه غلطی داری میکنی تو روز روشن؟ داداش اصلا اونجوری که به قرآن جنسیتی تو نه تکلیفت با خودت فکرشو بکن تو روز خواستگاریت چقدر باید بد شانس باشی که خمشی بند کفش تو ببندی و خشتکت پاره شد. به نظر شما ریاکشن سوژه‌ای که میخوام ازش یه خشتکو بدوزه چیه؟ با من همراه باشی. از شرفم مایه گذاشتم. سلام داداش. به شما عذر میخوام وقتتون دارم میگیرم. واقعیت من امروز روز خواستگاریمه. دورتون بگردم زنده باشی. منتظر پدرم اینا هستم. این بند کفشم باز بود خم شدم اینو ببندم بعد متاسفانه روم نمیشه ببخشید خشتکم پاره شد. یعنی آره به جور ببین چقدر پاره شده. داداش نخندم جدی میگم. ببین اصلا کلا پاره شد. شرفم میره اگه اینجوری من برم بالا. و خونه خانومم اینا هم اینجا نخصوصا همراه گرفتم گفتم اگه امکانش هست میتونید اینو بدوزید شما برای من. عذر میخوام تو رو خدا ببخشید. آبروم میره یعنی اینجوری برم مگه من خیاطم؟ نه آخه هیچ کسی نیست داداش. خلفتم هست اینجا. ببین اینجا ببین همین گوشه‌هاش دو تا کوک بزنی اوکی میشه. چه وضعشه؟ دو تا کوک بزنی اوکی میشه داداش. آقا مگه من خیاطم؟ خواهش میکنم داداش روز خواستگاریه منه. آبروم میره. خیاطی هستی این خب الان خیاط پیدا نمیتونم بکنم روز تعطیل داداش. به نظر تو الان وقتشو دارم میگم بابام اینا الان میرسن. من نمیتونم. آ تو رو قرآن خواهش میکنم. آقا دو تا کوک بزن. یه کوک این برش یه کوک اون برش بسته میشه. آقا جون من خواهش میکنم. اینجوری که نمیشه. یه شیرینی بهت میدم. یه شیرینی بهت میدم. اشکالی نداره. آقا من میرم اونجا میشینم. تو رو خدا. آقا برو. اینو یه کوک بزن شما. آقا خواهش کردم دیگه. آقا برو مزاحم نشو. آقا چرا انقدر مقاومت میکنی؟ یه کوک بزن. یه کوک ساده است دیگه. تو رو خدا آبروم میره من. خواهش میکنم ازت. نه میدونم خجالت میکشی رود نمیشه ولی مجبورم. حاجی هیچ کسی نیستش اینجا. من آبروم در خطره به قرآن. بیا دمت گرم. یه کوک بزن اینو مکانم. آقا برو تو رو قرآن. زشته. آقا چرا داری اذیتم میکنی؟ به خدا هیچ کسی نیست اینجا. آقا شما داری اذیت من نشستم اینجا دارم برو اونور. آقا یه کوک بزن برام من برم. آقا زشته. خواهش کردم ازت. خواهش کردم. یه شیرینی هم بهت میدم. آقا شیرینی مگه با گدا طرفی شیرینی؟ نه برو. روز خواستگاری روز خواستگاریمه داداش بابت این موضوع بهت گفتم. بیا دمت. داداش تو رو خدا میگم دیرم شده میرسم آبرو حیثیت من میره. آقا زشته. آقا بزن دمت گرم. آبروی ما ببین اینجا رو میبینی چقدر پاره شده. یه جوری ببندش که این اصلا دیگه معلوم نباشه. بیا دمت گرم. حواست باشه نره تو بسنم. چه غلطی داری میکنی مردی که؟ سلام مصطفی جون حالت خوبه؟ داداش شما تشریف ببر بالا من میام خدمتتون دیگه. منتظر بابا اینا هم برسن. این جست چی بود؟ نه یه مشکلی پیش اومده. اوه نه از روز اولم میدونستم تو فرا جنسیتی. بابا نه شما تشریف ببر بالا من میرسم خدمتتون. فکر میکنم من دیدم چه غلطی میکنی. فکر میکنی اصلا فکر آبروم کن گوشه خیابون. داداش اشتباه متوجه شدی داداش تو بهش بگو. دوماده